بریم که سوالات 95% تریدرهای زرده رو با هم جواب بدیم. سلام درود رفقا، امیدوارم که همیشه هموفران بهتون چشمک بزنه. امروز میخوایم با 3-4 تا از هنرجوها به صورت خیلی رندوم یک سری از سوالاتی که واسه اکثر تریدرهای آماتور یا حتی کسایی که دارن چند سال فعالیت میکنن پیش میاد و با هم دیگه داشته باشیم. با فرق این که این سوالاتی که قرار پرسیده بشه رو من نمیدونم و دوستانی که الان اینجا هستن از هنرجوهای منن، خودشون سوال آماده کردن و قرار من خیلی فی‌البداهه شروع کنم پاسخ بدم به این سوالا. بریم سراغ اولین سوال. به عنوان اولین سوال میخواستم بدونم که جایگاه یه دختر تریدر توی ایران چجوریه؟ خب اینو خیلی خلاصه اول بخوام بگم که جایگاه حتی اون شخص پسرش و مردش هم توی ایران حداقل زیاد اوکی نیست، به خاطر اینکه دلایل زیادی داره، ولی خیلی خلاصه بخوام بگم توی هر شغل و توی هر بیزنسی شما تا زمانی که به دستاورد نرسی جایگاه بالا و خوبی نداری. مخصوصا که خانوما رو توی حالا حوزه ترید خیلی بیشتر دست کم میگیرن سر اینکه فکر میکنن که توانایی انجام دادن این کارو ندارن، با اینکه اتفاقا طبق تحقیقاتی که انجام شده خانوما یه سری جا خیلی بهتر تصمیمات منطقی میگیرن از آقایون و اون بحث مدیریت یک مسئله و حل یک مسئلهشون یه سری جا از آقایون خیلی بهتره. ولی به طور کلی من پیشنهادم به همه عزیزان اینه که توی ابتدای مسیری که دارید حالا قدم گذاشتید توی حوزه ترید و معامله گری به کسی چیزی نگید. یه مدت که بگذره اگر این مسیر درست باشه، اون دستاوردهایی که شما به دست آوردین باعث میشه که خودش هم به شما جایگاه بده و اصلا بقیه میان سمت شما، یعنی شما نیاز نیست خودتو جای ادیفای کنی. و در مرحله دیگه بالا اینم باز حالا دوستانه بخوام بهتون توضیح بدم، توی هر بیزنس و توی هر شغلی باز که ترید هم قطعا استثنا نیست، متاسفانه این دستاوردهای ما که بیشتر با پول میسنجن و اون باعث میشه که شما جایگاهت مشخص شه توی کشور ما مخصوصا. و یه خانم تریدر به نظر من زمانی که به جایگاه میرسه دو تا حالت داره، یا مسخره میکنن میگن که نه این ترید نبوده از جای دیگه بوده، یا واقعا درکش میکنن میگن دمش گرم که خب اوکی تونسته ترید به درآمدی برسه. و نکته آخری که بخوام بگم، هر شخص موفقی مخصوصا با تریدرها اصلا واسش مهم نیست، یعنی اون خانم تریدر کسی که داره قدم میذاره توی این مسیر اصلا به هیچ جاش نیست، کی میخواد چه فکری بکنه. خسته نباشی. به عنوان یک هنرجو میخواستم ازتون بپرسم که چرا میگن ترید قماره؟ ترید چرا قمار؟ خب حالا سوالت خیلی کلیه، یعنی بستگی داره چه دیدگاهی داشته باشی که داری میپرسی قماره، ولی اکثریت میگن که دیدگاه قمارگونه‌ای که اکثر جامعه دارن از این بابته که مثلا میگم طرف میگه من پولمو میارم یا صفر میشه یا مثلا 2 برابر میشه. در مرحله اول که کسایی که دارن تو این مارکت فعالیت میکنن اکثریت دانش به اون صورتی نداره. این طرف میاد تو شنیده که اوکی فلان چیزو بخری به سود میده. خب طبیعتا تو بدون دانش توی هر شغلی پا بذاری قطعا شکست خواهی خورد. مثلا من که الان دانش ندارم، توی مثال میزنم یک شغلی مثلا آرایشگری، وقتی مهارتشو ندارم قطعا نمیتونم توی اون حوزه فعالیت کنم و خب 99% حالا بخوام از 100% فاصله بگیرم قطعی صحبت نکنم، 99% من توی اون شغل ضرر میکنم و به جایگاهی نمیرسم. این از این. دومی که یک مبحث دیگه که توی ترید وجود داره میگن قمارگونه، طرف میاد وارد حالا بازار مالی میشه، 2 بار 3 بار سود میکنه، دفعه سوم به خاطر نداشتن باز میگم دانش شاید یک ضرر سنگینی بده، مثلا یک استاپ بخوره، میاد میگه اوکی ترید قمارگونه است و فلان و از این حرفا. این در صورتیه که اگر شما یک دیدگاهی داشته باشید نسبت به ترید که به چشم یک بیزنس بهش نگاه کنی. بیزنس یعنی چی؟ یعنی من مثلا میگم یه شغل خیلی روزمره، یه فست فودی دارم، دیگه روزمره‌تر از این نداریم، واقعا همه یه بار فست فود رفتیم. شما وقتی فست فود میزنی آیا 100% اون چیزی که داری میفروشی سوده؟ نه. اجاره مغازه‌تو باید کم کنی، کاست مثلا متریالی که داری استفاده میکنی، چیزایی که داری خرید و فروش میکنی، اجاره و حالا کلی چیزای دیگه، یه کاستی داره اون شو. کاست ترید میشه چی؟ میشه استاپ خوردن. و اگه یه همچین دیدگاهی داشته باشی نسبت بهش و با دانش واردش بشی، خب قطعاً به نظر من قمارگونه نیست. اگر دیدگاه دیگه‌ای داری نسبت به قمارگونه بودن ترید، بگو جوابتو بده. همین بود سوالت؟ بله همین بود. اوکی. در رابطه با توضیحاتی که تا الان دادیم به سوالات دوستان خیلی ممنون. خیلی یک سری مسائلی که واقعا بر خود منم سوال بود روشن شد. یک مبحثی که الان جدیدن من خب به عنوان یک کارآموزی که واقعا تو این مبحث نمیتونم بگم که به اون صورت قدم‌های بزرگ برداشتم، پر از قدم‌های کوچیک به لطف شما، ولی جدیدن یکی از دوستان من که حالا به نوبه خودش تو این کار و تو این فراز نشی به بحث ترید بوده، به من یک پیشنهادی داده. حالا من می‌خواستم الان تو این ویدیو به عنوان سوال مطرحش کنم. در رابطه با رباته و بارها هم ازش شنیدم که ربات سوددهه و میتونیم از ربات سودای خوبی بگیریم و این برام مسئله که آیا شما این کار تایید میکنین یا نه؟ خب 2 تا 3 تا سوال. اول اینکه آره ما ربات تریدر سودده خفن داریم،
داره با مبالغ خیلی سنگین هم کار میکنه، ولی شخصی که به شما این حرفو زده داره در مورد چه رباتی صحبت میکنه، گفته چقدر سود میگیری. و یه سوال خیلی بولد دارم که از همش مهمتره، این آقا داره توی حوزه، داره تو ترید فعالیت میکنه، از این ربات استفاده میکنه؟ آره، تو از این ربات استفاده میکنه و در رابطه با اینکه چقدر سود داره میکنه و اینکه این ربات چیه توضیحی نداده. گفته هر وقتی که خواستی بیشتر اطلاعات داشته باشی حالا به حال یک سری هزینه‌ها و بعدش بیا با هم صحبت کنیم در موردش. یک سوال، چه دستاورد داره، یا دستاورد چه سخت باشه جواب دادنش، ماشین زیر پایشون چیه؟ ماشین که نداره، با 2 چرخ 2 بار دیدیمش تو راست وکیلابات. خب ببین این جواب از کلی سوالت که مشخصه، ولی بخوام یه توضیح کلی راجع به ربات‌ها بدم. آره ما ربات تریدر سودده خیلی خفن داریم، خیلی خفن داره، با شرکت‌های هج فاند بزرگ فعالیت میکنه. و یه چیزی هست، من در مطلب یک سوال دارم. ما زمانی که یک ربات سودده داریم، من میگم ماهی 2%، یعنی اندازه سود بانکی به تو پول بده، این آیا ماشین پولسازی هست یا نه؟ آره 100% ماشین پولسازی به حساب میاد. وقتی 2% بیاد روی بحث دلار سود میده. آره خب وقتی که میگیم 2%، یعنی تو هر سرمایه‌ای بهش وصل کنی به 2% ثابت میده دیگه، پس این قطعا میشه ربات پولسازی. رباتایی که ما الان داریم میبینیم تبلیغات میکنن، طرف میاد ربات معرفی میکنه، میگه ماهی $30 $50 $100 اشتراک بده و تو $100 میدی میتونی از اون ربات استفاده کنی. من یک سوال دارم از شما، آیا کسی که یه همچین ربات خفنی داره، کلی زحمت کشیده، این که میگم کلی زحمت برای نوشتن این ربات سودده، باید یه تیم خفن برنامه‌نویسی داشته باشی شما که چند سال روی اون استراتژی کار کنن، روی استراتژی که میخوای رباتش کنی. حالا کسی که اینقدر زحمت کشیده رسیده به همچین رباتی، آیا حاضره که با ماهی $100 اونو در اختیار مردم بذاره؟ چون منطقی نه، چون به حال سود خودش خیلی خیلی بیشتره اگر با همون ربات کار کنه. خب حالا میخوام حرف خودم رو نقض کنم. اگر طرف بیاد ماهی $100 برای اون ربات دریافت کنه، به عنوان مثال من میگم ماهی 1000 نفرم که اگر ازش خریداری کنن، میشه مثلا ماهانه $100,000 سود خالص. شاید بگیم که خب آره خیلی سودش زیاده، سودش واقعا هم سود زیادیه، سود فوق العاده ای، ولی یه نکته وجود داره. شما اگر ربات تریدر سودده داشته باشی، حتی ماهی 2% بهت بده، شرکت‌های هج فاند بزرگ دنیا واسه اون ربات مبالغ عجیب غریب چند ده یا چند صد میلیون دلاری میپردازند که لایسنس ربات رو از تو بگیرن. حالا من میام نقد مثلا 100 میلیون دلاری رو ول میکنم، رباتمو نمیفروشم، یا که بعدش برم ماهی $100 اشتراکش رو بفروشم؟ آیا این کار منطقیه؟ قطعا نه. ربات تریدر سودده داریم، ولی ربات‌های تریدر سودده معمولا در دست عموم قرار نمیگیرن، یا اگر قرار بگیرن یک روزی اون ربات حساب شما رو صفر میکنه. اینو طبق تجربه میگم، ما بوده 2 سال 3 سال ربات‌های مختلف رو زیر نظر داشتیم، یه روزی یه باگی داده کلا حسابو زده کال مارجین کرده. بیشترین درگیری یه تریدر در طول روز و حتی در طول ماه معامله گریش چیا میتونه باشه؟ خب بستگی داره از چه دیدگاهی بپرسی. اگه بخوای تو زندگی روزمره در نظر بگیری، اگه تریدر حرفه‌ای باشه، برعکس اینکه خیلی‌ها فکر می‌کنن طرف صبح تا شب داره معاملاتش فکر می‌کنه، اینطور نیست. این تریدرایی که می‌بینین تو کافه لپتاپ در آورد داره معامله می‌کنه، تو مترو گوشی در آورد داره معامله می‌کنه، پشت فرمون استوری می‌ذارن آی من الان انقدر سود گرفتم. نه، از این خبرا نیست. یک تریدر عاقل حرفه‌ای فقط تو محیط کارش، تو یک محیط کاملا با آرامش و با فوکوس کامل شروع می‌کنه معامله کردن. این از این تریدر حرفه‌ای هیچ وقت اونقدر درگیر معاملاتش نیست تو طول روز، چون دیگه چم و خم بازار دستش اومده، انقدر استاپ خورده، تیپی خورده، هم اون سود خفنه رو دیده لمسش کرده چشیده، هم استاپ سنگینه و کال مارجین شدن قطعا چشیده و درگیر معاملهش نیست. میتونه درگیری ذهنی دیگه‌ای داشته باشه. اگه سوالت دید دیگه‌ای داره، یا اون دیدی که تو داری سوال می‌پرسی با دیدگاه من فرق می‌کنه، بپرس و برو جواب تو بده. نه دیدم دقیقاً همین بود. خب قرار بود که این آخرین سوال باشه، ولی مثل اینکه اونطور که تو اون پشت دوربین دست تکون دادی، فکر کنم خیلی سوالت مهمه. سوال تو بپرس باشه با آخرین سوال. یک صحبتی الان شما کردید در رابطه با بحث کال مارجین شدن و من خیلی این برام جا سواله. گفتم تریدری که دیگه اون ارزم بزون هم اون ته رو دیده، چه به سمت مثبت چه به سمت منفی. میخواستم ببینم که آیا واقعا باید هر کسی حتی به صورت اصولی بره جلو اون ته رو ببینه، هم به سمت مثبت هم به سمت منفی؟ یعنی من به عنوان شخصی که وارد این شدم باید حتما کال مارجین بشم تا تریدر خوبی باشم؟ خب بخوام خیلی کلی جوابتو بدم، معمولا آره، یعنی طبق تحقیقاتی که انجام شده 90% افراد آره اون ته رو دیدن. ولی شما چون هنرجوی منی، من به عنوان منتور بالای سرتم، روزی که بخوای کال مارجین بشی من جلوشو میگیرم، ولی تو هم به عنوان
حالا کسی که داری فعالیت میکنی اگر من نباشم میتونی با یه خطا بزنی حساب تو کال مارجین کنی. سخت‌ترین کار بعد از اینکه شما یاد میگیری که ترید بکنی و حالا به یه پلنی رسیدی، به یه ستاپی رسیدی، داری کار میکنی، داری از این مارکت پول در میاری، اینه که یاد بگیری ترید نکنی. یعنی واقعا سخت‌ترین کار بعد از ترید کردن اینه که یاد بگیری ترید نکنی، که این راجع به قانون اول مارکت که بقا باشه هم ست میکنه. ما میگیم تو این مارکت دووم بیار، سرمایه‌تو حفظ کن، سود خودش میاد. من اینو همیشه هم خلاصه کردم، هنرجو همه شنیدن، میگن همیشه گفتم که تو ضرر نده، سود خودش میاد. اینو همه میدونن، همه از من بارها و بارها، چه اطرافیانم چه بقیه شنیدن. اگر سوال دیگه راجع به این موضوع داری بگو، اگه نه که یه سوال کوچیک که حالا شاید کوچولو به مبحث، اون عمو فرانکی که گفتین چشمک بزنه داستانش اینو ان شاءالله تو کلیپای بعدی میگم بهتون. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید، ممنونم. حمایت و لایک و سابسکرایب یادتون نشه. موفق و پرسود باشید.